ماجرای 3 سرباز ایرانی که 48 ساعت مقابل ارتش سرخ شوروی ایستادگی کردند. ساعت 4 صبح روز 3 شهریور ماه سال 1320 به سرجوخه ملک محمدی در پاسگاه مرزبانی جلفا در آذربایجان شرقی خبر می‌دهند لشکری عظیم از ارتش سرخ شوروی به سوی مرز می‌آید و قصد دارد از پل آهنی گذشته و وارد کشور شود. سرجوخه خبر را به تبریز مخابره می‌کند و از آنجا هم به تهران. از پایتخت دستور می‌آید که پادگان را تخلیه کنید و بدون هیچ مقاومتی اجازه ورود ارتش شوروی را بدهید. سرجوخه جسور خطاب به سربازانش میگوید هر کسی میخواهد برگردد، من اینجا میمانم، میخواهم از کشور مقابل اجنبی ها دفاع کنم. ملک محمدی همراه با سرباز عبدالله شهریاری، سید محمد هاشمی و سرباز دیگری همقسم میشوند و میمانند. هنگامی که نخستین نفربر شوروی قصد عبور از پل آهنی را دارد، سرباز شهریاری به سوی راننده آن شلیک می‌کند و سرباز روس را از پای در می‌آورد. درگیری سنگینی بین نیروهای کاملا مسلح ارتش شوروی و سرجوخه و 3 سربازش در می‌گیرد. این درگیری به گفته شاهدان ماجرا که مشروح آن در اسناد آکادمی نظامی روسیه هم موجود است، 48 ساعت به طول می‌انجامد و در نهایت سرجوخه محمدی همراه با 2 سرباز دیگرش عبدالله شهریاری و سید محمد هاشمی زیر آتش شدید توپخانه لشکر 47 شوروی به شهادت می‌رسند. نفر 4 برای رساندن خبر ورود لشکر 47 به دستور سرجوخه ملک محمدی ساعتی پیش از شهادت همرزمانش به سوی تبریز رفته بود. سرلشکر نویکوف فرمانده لشکر 47 شوروی وقتی متوجه می شود که سربازان ایرانی کشته شده‌اند، از پل آهنی عبور می کند و وارد خاک کشور می شود. او وقتی می فهمد 48 ساعت است که تنها با 3 سرباز جنگیده، به نشانه احترام یکی از درجه‌هایش را از روی دوشش باز کرده و روی سینه سرجوخه محمدی می‌گذارد و از چوپانی می‌خواهد 3 سرباز شجاع را به شیوه مسلمانان کنار پل آهنی دفن کند. تدفین این 3 سرباز به خاطر وطن پرستیشان با تشریفات نظامی از سوی لشکر 47 ارتش دشمن صورت می‌گیرد. آن سوی ماجرا خانواده‌های 3 ژاندارم ایرانی نزدیک به 60 سال از آنها بیخبر می‌مانند. آنها تصور می‌کردند پدرشان از سوی روس‌ها اسیر شده و در اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری زیر فشار کار طاقت فرسا از دنیا رفتند، غافل از اینکه مزار 3 سربازی که در کنار پل آهنی جلفا، یعنی درست روی خط مرزی ایران و نخجوان است، مزار آنهاست. جالب اینجاست که حقوق این سربازها نیز چند ماه عقب افتاده بود و شهریاری در آخرین نامه از خانواده خواسته بود چند گوسفند بفروشند و برایش پول بفرستند. سالها بعد مردی سنگ تراش روی مزار این 3 سرباز وطن سنگ قبری گذاشت و به پاس احترام و وطن دوستیشان نوشت: هرچند آغشته شد به خون پیرهن ما، شد جامعه سربازی ما هم کفن ما. شادیم ز جانبازی خود در دل خاک، پاینده و جاوید بماند وطن ما.